پایمو چی کار میکنی؟ آبجی زدی به ماشین من طرف کنم هستی ببینم به ماشین من میدنی صداتم میبری بر من بالا. ببین تو محل ما لاتبازی در نیارا. محل شما؟ آقا اتفاقی نیفتاده که یه تصادف ساده بوده حلش میکنی. داداش به این راحتی ها حل نمیشه. زدی ماشین خواهر منو داغون کردی. بابا خواهر شما دندقه آمده زد به ماشین من نزدم، تو از عقب زدی به من. خب الان شما بگی ما چیکار کنیم؟ آهان رسیدیم به بحث خسارت. البته هرچی خواهرم بگه. خسارت نداری، ماشین میزنی اینجا میری. بابا بیا بابا پسرم بیا این کارت بگی دارو نداره من تو این کارت. پسر منو ول کن دست از سرمو برداریش بیا بری پسرم. بابا اون کارت دیگه مگه با ما نبود؟ بابا کارت ول کن ماشینم واجبه فوقش نمد طلاق میدم. اوه بنده شدم. پس رمزش